در تاجیکستان پرداخت نفقه 3580 نفر بازنشستگان قطع شده است. آژانسی سقورت اجتماعی و نفقه میگوید پرداخت نفقه به این بازنشستگان به خاطر سنجش درستی درجه معیوبیت آنها قطع کرده شده است. نزاکت آدینه‌زاده معاون رئیس آژانسی سقورت اجتماعی و نفقه تاجیکستان روز 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پرداخت نفقه این نفران تا زمان تصدیق شدن درجه معیوبیتشان بازداشته شده است. قطعی پرداخت نفقه بیش از 3.5 هزار نفر در تاجیکستان در حالی است که در گذشته حالت‌های آشکار شده بود که نفران علاهیده از تشخیصگاه‌ها سندهای تقلبی را به دست آورده به آژانسی پیشنهاد کرده و بر اساس آن نفقه می‌گرفتند. برای آشکار ساختن چنین معیوبان دروغین و آنهایی که سلامتیشان در مدت سالها بهتر شده است 3580 نفر نفقه‌گیران عهدهدار شدند دوباره از تشخیص گذرند. در تاجیکستان بنابر مقررات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی 3 درجه معیوبی گروه یکم، دوم و سوم معین شده است. بنابر معلومات آژانسی سقورت اجتماعی و نفقه تاجیکستان عین زمان معیار میانه نفقه اجتماعی 146 سومانی است. اندازه میانه نفقه در تاجیکستان 272 سومانی معادل $30 آمریکایی می باشد. ضمناً هفته قبل شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان پلاتای پایانی پارلمان هنگام بررسی طرح قانون بودجه برای سال آینده از ناکفایه بودن نفقه در تاجیکستان شکایت کرد. شکرجان ظهوروف پس از این انتقادش از رهبران آژانسی سقورت اجتماعی و نفقه تاجیکستان خواست امکانی بالا بردن نفقه ها را آموخته در دوام 1 ماه به پارلمان در این رابطه گزارش دهند. در تاجیکستان تا سال 2017 معاش 2 سال آخر کارمند حساب و به 120 ماه تقسیم میشد و از روی آن نفقه را تعیین میکردند. اما از آغاز سال جاری قانون نو به اجرا درآمد که بر اساس آن نه حجم میانه معاش 2 یا 5 سال اخیر بلکه سهمگذاریش در دوره فعالیت در نظام سقورته دولتی به اعتبار گرفته می شود. یعنی بر اساس قانون درباره نفقه بازنشستگان هر چقدر بیشتر معاش گرفته و انداز سپرده باشند همان اندازه نفقه زیادتر می گیرند. از ترتیب نوی حساب کردن نفقه بیشتر بازنشستگان ناراضی شدند که بعد سالهای زیادی کار امید داشتند با نفقه بیشتر دورانی پیری میرانند. مقامات آژانسی سقورت اجتماعی و نفقه نهادی نظارت کننده در بخش نفقه در تاجیکستان تصدیق میکند که بعد قبول قانون نو حجم نفقه در کشور پایان رفت. بنابر اطلاع آخرین این آژانسی در تاجیکستان عین زمان 659437 نفر بازنشستگان نفقه میگیرند. تنها در سال گذشته 2016 تعداد گیرندگان نفقه در کشور 18598 نفر بیشتر شده است.